رابطه با بندر بفرمایید آقای کلاهی عبدو. خب جمهوری اسلامی از به مدت 3 روز در واقع به بندر کلاهی مینا یورش برد و اقدام به سرکوب سیستماتیک در واقع شهروندان به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت کرد. اما ماهیت و شیوه اجرای اون رو نشون دهنده یک الگوی مکرر و سیستماتیک از نقض فاحش حقوق بشر هستش و بر اساس اون اطلاعاتی که از سالهای گذشته به دست ما رسیده، در واقع این اولین باری نبود که جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به بندر کلاهی یورش برده بودند، چون در سالهای گذشته در 1403، در سال 1402 و حتی 1401 هم در واقع جمهوری اسلامی این اقدام رو انجام داده بود و اقدام به سرکوب سیستماتیک شهروندان بلوچ به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت کرده بود. بندر کلاهی در سواحل دریای بله. مکران واقع است که در نزدیکی مینار هستش و بخشی از طرح کلان توسعه سواحل مکران توسط جمهوری اسلامی است که این منطقه از موقعیت ژئوپلیتیکی چون نزدیکی به آبهای آزاد بین‌المللی، نزدیکی به تنگه هرمز و همجواری با زیرساخت‌های نفتی و نظامی از جمله خطوط لوله گوره جاست برخورداره که این در واقع باعث شده که در این بله. چارچوب جمهوری اسلامی به دنبال استقرار پایگاه‌های نظامی، مخازن نفت و پروژه‌های صنعتی گسترده در منطقه باشه و با بهانه مبارزه با قاچاق سوخت در واقع علاوه بر سرکوب شهروندان در حال اقدام به تغییر بافت جمعیتی در منطقه و کوچ اجباری و کوچاندن در واقع شهروندان بلوچ هستش و طبق آخرین گزارشی که به دست ما رسیده بود که جمهوری اسلامی دست کم 30 منزل مسکونی شهروندان بلوچ در بندر کلاهی رو به بهانه در واقع قاچاق سوخت مصادره کرده بود و حتی حساب‌های بانکی شهروندان و افرادی که اقدام به سوخت‌بری می‌کردند رو در واقع باطل کرده و مسدود کرده که با این بهانه بتونه به راحتی مردم رو مجبور به کوچ اجباری و تغییر بافت جمعیتی در سواحل بلوچستان در منطقه بندر کلاهی بکنه.